سلام دوستان، من الهام دانشور هستم. اومدم امروز که به شما طرز دوخت نوار مغزی رو آموزش بدم. خودتون بدوزید دیگه. من از این نخایی که قبلا برای آویز استفاده میشد استفاده میکنم. شما میتونید از نخ مکرومه هم استفاده کنید. با من همراه باشید. خب بچه ها نگاه کن، من امروز پایه ندارم که دقیق از اول تا آخر کار رو به شما آموزش بدم. نگاه کنید، مغزی رو میذارم روی ترکیه پارچه، یعنی اوریب پارچه هم نه، چون اوریب مقدار ایراد میفته تو کار. روی ترکیه پارچه میذارم. پای چرخم هم حتما باید پای زیب دوزی باشه که لب به لب کار دوخ بشه. ببینید من 2 سانت کار رو تا میزنم و نوار رو میذارم بالاش هم محکم میدوزم که وقتی که بکشم رها نشه. پای زیب دوزیتون لب به لب کار من دوخ میکنم. نگاه کنید، پای من باید حتما لب به لب تنابی باشه که تو لایه پارچه است. بعضی پارچه ها هستن مثل پارچه من نگاه کنید، اینجا یه قوس افتاده، اینجا هم قوس افتاده. من آخر کارمو بس نزدم که بتونم یکم از تنابم بکشم بیرون به این صورت. ببینید من تابش رو از بین بردم، یه مقدار تنابو کشیدم بیرون به این صورت و تابی که با وجود اومد رو از بین بردم. نگاه، به این صورت آماده شد. الان اینجا رو بست میزنم، بعد بقیه تنابمو میشینم به اندازه 1 سانت درز میذارم و اضافه پارچه رو میچینم. یعنی نوار مغزی من آماده شد بچه ها. خب این از نوار مغزی. بعد این نوار مغزی رو لای درز کار میکنن. حالا من کار میکنم، نمونه کار من میذارم که شما ببینید. ببینید من مغزی رو میذارم لای درز و با همون پای زیب دوزی باید دوخ بشه. لای درز 2 تا پارچه گذاشته میشه. ببینید این شکلی میشه.